وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گنرال رمضان رحیمزاده روز 11 آگوست سال 2023 در نشست خبری وزارت کارهای داخلی پرونده های پرسر و صدا از جمله قضیه ربودن و کشتن معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمت‌اللهیف را شرح داد و گفت سرکرده آدم ربایان دلشاد سید مرادوف در کجایی که نباشد، در کدام سازمانی که نباشد، ما او را دستگیر میکنیم. رمضان رحیمزاده گفت این جنایت پرسر و صدا در مدت کوتاه‌ترین اساساً آشکار کرده شد و اثبات گردید که شورت اسمت‌اللهیف ربوده و کشته شده است. وزیر بدون بردن نامشان اعتراف کرد که در حقیقت 2 تن از آدم ربایان در گذشته کارمندان وزارت کارهای داخلی بودند، ولی هنوز سال 2013 از صف مقامات میلیسیا رانده شدند. قبلا مقامات پلیس مولداوا خبر داده بودند که رستم اشوروف یکی از گمانبران که روز 3 ایون در راه فرار در فرودگاه کشنیوف 2 افسر مولدوان را کشته، خودش نیز بعد چند روز بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش جان داد. قبلا 7 سال در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرده است. دلشاد سید مرادوف معروف به لقب دلشاد اسبه که او را حالا سرکرده آدم ربایان نام میبرند، نیز قبلا چند سال در چند ساختار وزارت کارهای داخلی و بعد از اینجا رانده شدند. یک مدت در اگنتی مبارزه با کروپسیا و حتی در داستان کل تاجیکستان کار کرده بوده است. در پاسخ به سوال درباره اینکه آیا در حقیقت دلشاد کراسافچک و شریکانش در یکی از پایگاه‌های چویکا واگنر پنهان شدند، رمضان رحیمزاده این را رد کرد و گفت این واقعیت ندارد، اما او افزود که در کجایی که نباشد، در کدام سازمانی که وارد نشود، همکاری ما با همتایان خارجی ما خیلی قوی است. ما همکاری داریم و در کدام تشکیلاتی که نباشد ما آنها را دستگیر میکنیم. داستان کل تاجیکستان اخیرا خبر داد که از تقریبا 15 عضو دسته آدم ربایانی که در ربودن شورت اسمت‌اللهیف دست داشتند تا امروز 13 نفرش معین و دستگیر کردیده. اخیرا بختاور سفروف نام متهم از ترکیه آورده شد. این در حالی است که با گذشت اینک 50 روز از ربودن و کشتن معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمت‌اللهیف تا حال جسد او را پیدا نکردند.